سلام، به آشپزخونه کوچولوی طناز خیلی خوش اومدین. خب برای درست کردن این کوکی احتیاج داریم به 8 تکه نوتلای 15 گرمی و چون نوتلا یه مقدار حالت مایع داره ما باید اون رو داخل فریزر قرار بدیم تا سفت بشه. برای این کار اگر قالب سیلیکونی دارین که بشه تکه های 15 گرمی توش قرار بدین از اون استفاده کنید و اگر مثل من قالب ندارین میتونید داخل یک نایلون و یا سلفون 15 گرم از نوتلا رو جدا کنید و بعد داخل یک قالب یخ و یا ظرف مخصوص تخم مرغ بذارین و بعد اون رو به مدت 1 ساعت داخل فریزر بذارین تا کاملا سفت بشه. و حالا بقیه موادمون رو آماده میکنیم. 100 گرم کره داریم که گذاشتیم در دمای محیط کاملا نرم شده. اون رو با لیسک کاملا هم میزنیم تا باز بشه. حالا 70 گرم شکر قهوه‌ای رو به کره‌تون اضافه کنید و دوباره همه مواد رو کاملا با همدیگه مخلوط کنید. یه دونه تخم مرغ و یک بسته وانیل شکری و یا یک مقدار عصاره وانیل رو به موادمون اضافه میکنیم و دوباره همه مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشه. - 140 گرم آرد شیرینی پزی داریم که بهش 10 گرم نشاسته ذرت اضافه میکنیم، 3 گرم بیکینگ پودر و خیلی کم نمک. حالا تمام مواد خشکمون رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. حالا مواد خشکمون رو به مخلوط کره، تخم مرغ و شکر اضافه میکنیم و همه مواد رو کاملا با همدیگه مخلوط میکنیم. و حالا احتیاج داریم به 50 گرم فندق پوست کنده و خرد شده. اگر فندق خرد شده پیدا نکردین میتونین فندق درشت رو به همین صورت که میبینید خرد کنید. - 100 گرم شکلات تخته شیرین داریم که اون رو هم خرد میکنیم. شکلات خرد شده و فندق رو به مایع کوکیتون اضافه کنید و تمام مواد رو با همدیگه مخلوط کنید.
داخل یک ظرف سلفون بکشید و یا کاغذ روغنی قرار بدید و بعد مواد کوکیتون رو به 8 قسمت تقسیم کنید و داخل ظرف قرار بدید. و حالا کوکی ها رو داخل یخچال به مدت 30 دقیقه قرار میدیم. بعد از 1 ساعت که نوتلا ها داخل فریزر کاملا سفت شد، اونا رو از قالب و یا از پلاستیک جدا کنید. کوکی هایی که به مدت 30 دقیقه داخل یخچال کاملا سرد شده رو بیرون بیارین و کمی اونها رو توی دستتون باز کنید و بعد یه دونه از نوتلا ها رو درونش قرار بدین و دوباره اون رو گرد کنید و داخل سینی فر قرار بدین. کوکی ها رو حتما با فاصله از همدیگه داخل سینی فر قرار بدید. و حالا سینی فر رو داخل فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کردید به مدت 13 تا 15 دقیقه قرار بدین تا کوکی شما آماده بشه. خب اینم از کوکی نوتلای جذاب ما. بعد از اینکه پخت حتما اجازه بدین به مدت 10 تا 20 دقیقه کاملا خنک بشه. امیدوارم که دوست داشته باشید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و برای من کامنت بذارین. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.